وقتی بنده میگوید خدایا مرا یک بار دیگر زنده بگردان، مرا کم تر دیگر مهلت عمر ما دراز کن، من بنده صالح میشم، من بر یاد تو میشم، من در فکر تو میشم. لیکن خدا چی میگه؟ ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. خدا میگه هرگز ای بنده دیگر بازگشت برای تو نیست. هر وقتا اجل تو بالای تو آمد دیگر بازگشت نداری. والله خبیر بما تعملون. خدا میدانست که تو کدام عمل در دنیا انجام میدی. دیگر این بازگشتی تو، افسوسی تو در دنیا بر تو فایده داشت، در اینجا دیگر بازگشت و افسوس کاری ندارد دیگر. از این خاطر پیش از آنی که افسوس بکریم، پیش از آنی که پشت دست میگذیم، اینها را ما و شما کاری کنیم که در دنیا افسوس را بخوریم و در دنیا پشت دست بگذیم. برای چی امروز حق بندگی خدا را من نکردم؟ اینا را ما و شما در دنیا افسوس را بخوریم، نه در قیامت و نه در گور.